شام دیروز همچنین پرزیدنت جمهوری خلقی بنگلادش محمد عبدالحمید با مقصد اشتراک در سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. مهمان عالی قدر را در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد سعید عبیدالله‌یف و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. دیروز در قصر میلاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در حوزه همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا پرزیدنت جمهوری خلقی بنگلادش محمد عبدالحمید را به حضور پذیرفتند. سرور دولت مهمان عالی قدر را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان از رابطه‌های زیرتر و تقویت بخشیدن مناسبت‌های دوجانبه با بنگلادش هوسمند میباشد و نقش این کشور را در توسعه همکاری منطقوی نظر است ارزیابی کردند. جانب‌ها ضمن ملاقات اوید به استفاده ثمرناک امکانیت‌های مساعد همکاری با منفعت کشورها در بخش‌های اقتصادی، تجارتی، صنعت، سیاحی، معارف و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم آمادگی خود را ابراز داشتند. تاکید گردید که استفاده تجربه بوی بنگلادش برای رشد صنعت در تاجیکستان، تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی و شورای صاحبکاران، امضای سازشنامه‌های نوی همکاری برای هر دو جانب سودمند خواهد بود. در جریان ملاقات همکاری و همگرایی کشورها در دوره تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی در سمت حل مشکلات گلوبالی و مبارزه با تهدید و خطرهای جهانی معاصر بررسی گردید. مبارزه مشترک بر ضد تروریسم بین‌المللی و افراطگرایی و امضای سازشنامه اوید به همکاری امنیتی و تأسیس گروه مشترک کاری موافق مقصد شمرده شد. در رفت ملاقات همچنین دیگر مسائل مورد توجه جانب‌ها محاکمه گردید. صبح امروز اساسگذار وحدت ملی محترم جناب عالی جناب پرزیدنت ما کشور شما را برای تشکیل و برگزار نمودن مشورت سمیت پنجم مشورت تدبیرهای همکاری باوری در آسیا تبریک می نماییم و برای دعوتتان جهت اشتراک در این چاره‌بینی به شما اظهار سپاس می نمایم. محترم جناب عالی من از نام خود و از نام حکومت اینچنین تمام مردم جمهوری خلقی بنگلادش برای این ارائه مهمان نوازی صمیمی و پذیرایی گرم به من و تمام هیئتم اظهار سپاس صمیمی می نمایم. من نقش و سهم بارز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در تأمین بخشیدن رفاه و شکوفایی جمهوری تاجیکستان در یک مدت مناسباً بسیار کوتاه خیلی بلند قدردانی و ارزیابی می نمایم. جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی بنگلادش بسیار مشترکات زیاد دارند که آنها را به همدیگر از لحاظ هم نگاهی تمدنی، دینی و فرهنگی به هم می پیوندد.